موقع ساختن یه ورد جدید میتونی ورد تایپی که میخوای انتخاب کنی. اما چی میشه اگه توی ورد تایپ ممنوعه بری؟ اوکی، توی این ورد تایپ هیچ بلاکی رو نمیتونی شما بکنی و به خاطر اینکه بتونیم سروایو کنیم توش باید یه کاری انجام بدیم. من از این ورد میام بیرون، اسمش رو تغییر میدم که بشناسم، مثلا یه همچین اسمی، و بعد یه دونه ورد معمولی میسازم روی هاردکور، میرم توش. اوکی، حالا کاری که میخوام بکنم، حالا از این ورد میرم بیرون، اسمش رو عوض میکنم و حالا باید بریم توی فایلای بازی. اوکی، میایم توی فایلای بازی، الان بیایم توی سیو ها، میبینیم که میایم توی ورد 3 و اگه اینا رو سلکت کنم و بندازم اینجا. اوکی، کار نکرد. اوکی آقا، بالاخره هر جور که شده بود من اینو اوکی کردم و الان اولین کاری که باید بکنیم اینه که ما باید کلی بلاک و اینا به دست بیاریم و کشود چوب. ولی قبلش من این درتا رو میخوام بکنم، چون که ما اگه بیفتیم پایین بعد اومدم بالا به شدت سخته. خب اینا رو الان من میندازم پایین که برم ورشون دارم و بیام خودم بالا. اوکی، این مقدار بلاک 100% کافیه و خب زیر اینجا هم بریره اگه نمیدونستی. اوکی، الان که بلاک داریم من میام زیر این درخت و میرم بالا. یه دونه کرافتینگ تیبل استیک و الان نیاز داریم که ما بریم این یکی درخت هم بکنیم، یه پیککس چوبی. خب اوکی، این مقدار دیگه به نظرم کافیه. الان ما باید سنگ پیدا کنیم که اینا رو اکچولی اوکی نه نمیشه ریسپان زد. چرا اوکی ریسپانمون هم زدیم. خوب و خب این تخت هم همشون به درده بعد که میخوایم دراگون بزنیم میخوره حتما. اوکی اکچولی مگه این آب رو آپدیتش کنم داشتم میخوام این باید بریزه اوکی اون نریخ ولی این ریله به احتمال زیاد. اوکی اوکی مشکلی نیست، ولی حداقل میتونیم با یه روشی بالا و پایین بریم که این خوب. الان ما باید بریم به طرف استون. اوکی بالاخره بلاکش رو پیدا کردم و اوکی خب بریم پایین سریع. خب اوکی بالاخره فکر کنم بتونم یک دونه پیککس استونی بسازم. اوکی الان باید بریم سمت اون آیرون بلاکه که آیروناشو بکنیم. یا از آیرون بلاک اوکی بریم یه مقدار چوب بگیریم که اینم میذاریم اینجا که روش کنه و اینم از پیککس آیرونیمون و یه دونه تبرم میسازم. این چیه دیگه که نمیدونم چیه، ولی فکر کنم واسه پلاگین ورد ادیته که دارم که واسه ساخت و ساز و ایناست و احتمالا به خاطر همونه. مهم نیست، مهم اون دایمنداییه که اونجاست. این هم از دایمندامون که میتونم باش یه دونه چست پلی و یه دونه سورد بسازم. و اکشن اینجا ریسپانمون 3 فکر کنم که حالا تا میتونم میخوام تخت بردارم اکشن روی دونشون ریسپان بزنم، این که میخوام خودم بکشم تا که جورم پرشه. اوکی و اگه این اندر چست رو بکنم میتونم ابسیدین بگیرم. اوکی الان دیگه وقتش که بریم توی اند. یه دونه تخت میذارم که اینجا اسپانمو ست کنم و بریم و بکنیم بریم بالا. اوکی و اکچولی من میخوام دراگون رو با تخت بکشم و واسه همین بعد بیام اینجا و این ابسیدین رو بذارم و بعدش منتظر باشم که دراگون پرس کنه. اوکی داره پرس میکنه خیلی سریع. بعد بیایم اینجا و چرا خودم اینجا میکشم که با جون پر برگردم. اوکی بریم واسه ترای دوم. بازم مجبور که خودمون رو بکشیم و اکچولی الان میخوام برم و یه مقداری تخت بیشتر جمع کنم. این تعداد بسته و اوکی بریم برای ترای دوم.
و به همین راحتی تونستیم شکستش بدیم و اینم از دراگونه. سابسکرایب چنل یادت نره.